بنابراین الله تعالی چنین شخصیت ها رو در قرآن مذمت کرد. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. شما گفت چیزی پس رو به چیزی بزرگ عوض میکنید. به این گونه مردم الله تعالی من و سلوا داده بود. من بعضی ها میگن که حلوا هست، بعضی ها میگن که هر یک طعامی خوش لذت است، اما سلوا یک پرنده هست که بسیار گوشتش خوشمزه هست. یعنی الله تعالی بعضی ها گفتن که منش نان است، گفتن نان خوشمزه، نان و گوشتی پرنده برای آنها میدادن. بعد اینها طلب کردن از الله تعالی که از حضرت موسی گفتن که پروردگار تو پرس برای ما نخود و لوبیا و پیاز و سرپیاز و همیشه چیزها را طلب کردن. با الله تعالی گفت که اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. شما چیزی بر عوض چیزی بزرگ، چیزی پست را از الله تعالی میپرسید. بنابراین کسی چخیلی که مصنف گفتن که اگر تو طعم علم رو میچشیدی هیچگاه از علم چیزی رو بالا نمیدانستی.